توی تک تک خونه های تمام روستاهای هندوستان همیشه این داستان بوده. کشاورزا زمیناشون رو میفروشن و روی زمین خودشون برای یه نفر دیگه کار میکنن. یا میشن نگهبان اون زمین یا روستا رو ترک میکنن و میرن سمت شهر. این قصه هم درباره پهلوان داتا و پسرش راهوله. نگاه کن عوضی خوابیده. بوق بزن. قربان اومدم. حواست به بغل باشه. در داره میخوره به ماشین. وایسا وایسا وایسا. دردش بسته میشد قربان که این چه کاری بود کرد؟ میای سر پستت بخوابی؟ پاشو جوری بزنیدش که دیگه نخوابه. راهول شینده داره باباتو میزنه. میدونم چی کارش کنم. بریم گانیا. وایسا منم بیام راهول. 181 182 زود باش پاشو. باید 200 تا رو کامل کنی. هی آقا شینده چی کار میکنی؟ این راهشه؟ ماشینم یه نگاه بنداز. خودت هم بفروشی نمیتونی پول تعمیرشو بدی. آقا شینده پولتو به رخ ما نکش. یادت نره این زمین یه روزی مال ما بوده. پول دادم خریدمش. برو به بقیه هم بگو چقدر خریدیش. بس کن. گفتم اشتباه از من بوده. آره ببرش ببرش. بریم. بیا بریم. با شمرتی که پاپتی. زمین و فروختی چی دستتو گرفت؟ بابام دخترتو شوهر دادی. برای خانواده داماد بیشتر از لیاقتشون ماشین رو طلا گذاشتی تا همه بگن که پهلوان عجب عروسی گرفت. اما هیچ کس نگفت. بعد از 3 ماه که این برگشت زبون همه باز شد. گفتن غرور پهلوان شکست تا دیگه بیشتر از توانش عروسی نگیره. راول زبونت خیلی کار میکنه. اگه دست و پام همینطور بود وضعمون این نبود. اونی که زمین فروخته بره دنبال پول. که اینطور جنابالیشی فوش میدی غذای مفتم میخوری. راول غذاتو تموم کن. این غذای مفتو بده سگا بخورن. چرا زود جوش میاری؟ من که جز کشاورزی کاری بلد نیستم. مدرسه هم که ول کرد. هی مدرسه رو من ول کردم. خب تو رو پرت کردم بیرون. افتاد چون گیر داده بودی به دختر معلم. گیر نداده بودم. عاشقش. آره برای همین پدری از عشقت در آوردن که هی راول گانیا. سلام داده شده. اینجا چی کار میکنی؟ آرون تو هم اومدی؟ آره اینم آوردم. چرا وایسادی؟ کامیونو ببر خونه. میخوام بفرستمش دانشکده پونه. چرا؟ دیگه خودم قراره اینجا بمونم. آخه کارم تو بمبئی تموم شده. چطوری عمو چه خبر؟ منو منتقل کردن کلانتری بازار بزرگ پونه. جدی؟ نکنه میخوای برات نامه‌ام تعریف کنم. بعدم میبینم. خدافظ عمو. خدافظ زرمو. چی شده؟ چرا لب و لوچتون آویزونه؟ اون شینده بابا تو از کار اخراج کرد. چرا؟ اون داشت سبزیجات می آورد از زمین خودمون. زمین خودمون؟ ها؟ زمین ما؟ بس راهول شورشو در آوردی. زمین خودمون بود دیگه. آخه چرا اخراج شدی؟ شینده گفت اون دزدی کرده. با لگد انداختنش بیرون. حالا چی کار کن؟ اون یارو تارده یه کار دیگه براش پیدا کرده توی بازار مرکزی پونا. آخه اونجا چی کار کنه؟ کارگری. خوبه بابا. کارگری قدرت میخواد اما جرأت نه. شما هم که پهلوانی. ماشین نگه دار. چی شده؟ کجا میری؟ راهول! هی آقا شینده! راهول!
ای آقا شینده، چه خبرت؟ خونه رو گذاشتی رو سرت؟ وقتی که بابای من اخراج میکنی میندازیش به جای بیرون. نگهبانی وقتی دزدی میکنه میخوای بذارمش روی سرم؟ مگه چقدر میخواست ببره؟ اونقدر که بابای من سبزیجات مجانی پخش کرده تو زندگیت ندیدی. آره بیرون، وگرنه همه تونو میبندم به اسب. ای شینده، من پسر کشاورزم، به جون مادرم قسم یه روزی تو رو میبندم به 2 تا گاو روی زمین میکشم. من همش به شما میگم ولی گوش نمیدی. منو ببنده به اسب، ما رو ببنده به اسب. بشین به اعصابت مسلط باش. خدا میدونه یه روزی نفرانیتت کی کار دست میده. راهول وایسا. اینقدر مثل فیلم حوال نکش. وایسا. پدر جان اشکالی نداره. از دست تو همش شوخی میکنی. کیفو بگیر. بشین اینجا. را بیافت. این تا گفت تو هم اومدی. کجا میرید؟ لطف شینده است. میفهمی پس داشتی منو تنها میذاشتی. پایان آخرین حقیقت. مترجم سارا مظاهری، ناظر کیفیت ترجمه میلاد طاهرخانی، مدیر دوبلاژ محمد رضا مظفر. این گاراژ تو محله دانشگاهی به این دختر تعرض شده. پلیس که هیچ، حتی مردم هم می‌ترسن بهش کمک کنن. تو چرا داری فیلم میگیری؟ تو چی کار داری؟ یا بابا تو دردسر میافتیم یا هر چیزی بریم باش. حالا دیگه اومده. صبر کنید آقا. کسی چیزی دیده؟ کسی چیزی ندیده. فیلم گرفتید، پخشم کردید، اما کسی چیزی ندیده. اگه به جای این بچه دخترتون بود، خواهرتون بود، بازم فیلم میگرفتید، پخش میکردید، باید خجالت بکشید. از چی میترسید؟ از کی اینقدر میترسید؟ قربان من دیدم. قربان نماینده مجلسه که میشناسید کار پسر اون بود. من با چشمای خودم دیدم. پسر اون با یه دختر دیگه همین کارو کرده. وقتی هم که داداش دختر شکایت کرد آدماش اونو کشتن. همشون هیولان. قربان کجا زندگی میکنه؟ اونجا تو اون ساختمان. ببین کیه؟ باشه داداش. سردار برای چی اومدی؟ واسه دستگیری تو. واسه چی؟ برای تجاوز به اون دختره. نه مدرکی هست نه شاهدی. چجوری میخوای منو دستگیر کنی؟ تو نمیخواد توش بزنی. من حلش میکنم.
واسه دست گرفتن تو یه کمربند ستر کن. از این میترسیدید؟ حالا شهادت میدید؟ من شهادت میدم. منم شهادت میدم. منم شهادت میدم. منم شهادت میدم آقا. منم شهادت میدم. منم شهادت میدم. راهول چی شده راهول؟ حواست کجاست؟ آخه جایی گونه اینجاست. مشکل گونه نیست، حواست تو پیش چای فروش است. تابلویی الان 6 روزه، نمیتونی ازش چشم برداری. دلم گیر اما گیرتو نمیافته. به دستش میارم. ولکن بابا. میخوای ببینی؟ آره. چی کار میکنی؟ چیه؟ یه چای دبش میخوام. تو اول حرف زدن یاد بگیر. یادم بده. باید بگی یه چایی مخصوص 3 روپیه میشه. اما بهتره همون چای 1 روپیه‌ای رو بخوری. کارگرای اینجا همه از همون میخورن. من 3 روپیه‌ای میخوام. درسته که حمالم، اما خیلی باحالم. بیا اینم 3 روپیه. بگیر چای. ببین معلومه قیافش خیلی الکیه. این چای مخصوصه؟ اینجا هیچ کس به حرف ماندا شک نمیکنه. فهمیدی؟ پس اول تو ازش بخور، بعد من میخورم. هی بچه زرنگ، دور و بر تو نگاه بنداز. من تنها دختریم که بین این همه مرد دکه چای فروشی داره. کسی تا الان جرئت نکرده حتی به من چپ نگاه کنه. تازه تو چی فکر کردی؟ چند تا دیالوگ میگی و ماندا رو میگیری تو مشتت؟ اگه چای میخوری بخور، وگرنه سرتو بنداز پایین و برو. پسری پر رو. یه روز به این بچه پر رو از همین چای میدی، اونم با دستای خودت. بریم دعاشیم. این 3 روپیت هم بردار. پیش پرداخته واسه چای مخصوص. کلن حساب نداره. کجا رفته بودین؟ بابا داشتیم چایی میخوردیم. زود باش، اون گونیا رو بیار اینجا. زود باش راهول. اینجا چی کار میکنه؟ این مرد پهلوون بود، مردم سر دست بلندش میکردن، الان اینجا گونی بلند میکنه. تو اونو میشناسی؟ میشناسم، یه روزی اون استاد کشتی بود. آره بس دیگه چرت پرت نگو. من خودم یه بار همراه با کا 5000 روپیه بهش دادم. این بیارزه همه چیشو فروخت و به باد داد. خب دیگه وقت پول گرفتنه. خسته شدیم اینقدر کار کردیم. بیا بریم دستمزدمونو بگیریم. بیا بریم. هی بده به من. خیلی خوب، بیا جلو. این چیه؟ چرا صف کشیدیم؟ باید سهم حسابکار رو بدیم دیگه. چی؟ اگه ندیم کارمونو میگیره. آخه این زوره. باید بدیم دیگه. امروز خیلی قشنگه. امشب میرم واسه خودم حال میکنم. ای آفتاب دوست، کجا میپیچونی؟ بیا اینجا. ای هر کاری دلت خواسته کردی بیا اینجا. دست به یاقه من نزن. اینقدر حرف نزن، پولو رد کن بیا. پولو بده. دست به یاقه من نزن. منو میزنی پیرمرد. اینا چی کار میکنن؟ چرا میزنیدش؟ ولش کنی. میزنن بعد همه باشدن نگاه میکنن. بابا ولش کن.
ببین گانیا چجوری جرأت کردی پولو ندی؟ بابا پاشو چی کار میکنی؟ نزنیدش بس کنید تا کی میخوای بزنینه؟ ای عوضی آقام شد اینجا ای فوش نده چه غلطی کنی ها؟ چه دست غلطی من میخوای نزن. کنی؟ فکر کردی کی هستی؟ منو میزنی چی کار میکنین؟ راهول بس کن بلم کنید چی ببینم؟ یه دقیقه وایسا اینا پول رو ازم گرفتن میزنم تو خونت میکنم برو کنار ببینم راهول نزنشون راهول گوش کن بابا یا چرا به چی نگاه میکنی؟ مگه سردارا فقط تو پنجابن؟ سردارا هر جای دنیا هستن، حتی توی ژاپن. هر جایی که سردار باشه گردووارا هم هست. همینطور غذا، هیچ کس از گرسنگی نمیمیره. هنوز یه هفتم نشده از پونه اومدید، علمشنگه را انداختید. از کارگرها اخاذی میکردن. خب بهشون میدادی؟ کتک هم میزدن. خب کتک میخوردی؟ اونا هراسلن. شما چرا قهرمان بازی در آوردید؟ اشتباه کردیم قربان، دیگه این کارو نمی کنیم. آزادمون کنید. شما متهم به سوء قصدید. اگه یکی مرده بود تموم بود. نمیدونید اون سالوی اخاذ چه آدم عوضیه. راهول گانیا چطوری افتادین اون تو؟ داداش شده اینا رو میشناسی؟ بله بچهای روستای منن. اما قربان اینا چی کار کردن؟ اون سالوی عوضی این همه ساله داره تو بازار پول میچاپه. بعد اینا واسه ما قهرمان شدن. هفته دیگه هم هیچ کارگری حاضر نمیشه سهمشو بده. واسه همین باید 2 روز اینجا بمونن. اگه با وثیقه آزاد شدن که هیچ، اگر نه توی زندان آدمای سالوی ازشون پذیرایی میکنن. راستش بچهای خوبی هن. قربان اینا تقصیری ندارن. اینا میخواستن منو اوده؟ تقصیر اونا نیست. اونا میخواستن منو نجات بدن. اینا رو میشناسی؟ بله ایشون پدر راهول قهرمان کشتی مهاراشتراست، اونم دخترشه. پهلوان امروز کاری ازم بر نمیاد. تا دوشنبه پول وثیقه کنید و آزادشون کنید. ما که پولی نداریم. عموداتا من که هستم، نگران نباش، من میدم. دادا شده اونا هیچی نخوردن. الان وقت غذاست. خیلی خوب شما بریم بریم. من اینجا هم دخترم. عمو رو از اینجا ببر خونه. حواست به مادرت هم باشه. بریم به سلامت. همینو میخواستی؟ به خاطر شما یه پهلوون کشتی جلوی ما گردن کج کرد. بهتره عوض شی، وگرنه قبل از مردن تو بابات دقمک میشه. سلام داداش ننیا. خوش اومدی داداش. سلام. چی کار میشه کرد؟ چطوری دسر؟ داداش امروز آزاد میشی؟ آره اما اینا هم داداشای من مراقبشون. خیلی خوب داداش من برم. داداش من دیگه باید برم. شما برید که اینجا خوش نمیگذره. دیوونه، برای خوشگذرونی تو من این تو بپوسم؟ از دست شما داداش. این تازه وارده کیان؟ داداش اون سالایی که تو بازار هستش این پسرا آدماشو کتک زدن. اینا؟ آره امروز حسابی کتک میخورن. کردی کی هستی؟ چی شده داداش؟ دست بیقرار داری آره؟ ببین باز چی میزنی؟ توی بازار چه غلطی کردی؟ ببین داداش من عصبانی بودم، اشتباه کردم. نباید میشد. گفتم که اشتباه کردم. که اشتباه کردی؟ به چی زل زدی؟ سرتو بنداز پایین. حالا شد.
ببینم این ورسی. ای بسه دیگه برید عقب. زود باشید برید عقب. زود باشید. ای گفتم عقب. چی شده؟ داداش نانیا اینا توی بازار آدمایی داداش سالویو زدن. خب الانم شما اونا رو زدین دیگه. حساب بی حساب. اما داداش این سر ماکیا رو شکسته. برو عقب. بشین. اونجا تو دعوا این چیزا پیش میاد دیگه. تو هم برو داداش. برو گفتم برو دیگه. گم شو. شما هم برین عقب. نگاه نکنین. برین دیگه. برین بابا برین. اسمت چیه؟ راهول. گانیا. شما با وثیقه آزاد میشید، اما تا موقع درد سر درست نکنید. خب آروم باشید. خیلی خوب. برو. اون کیه؟ پسر خنگ داداش نانیاس پادشاه پونا. ای پسرا، این چه حال روزیه؟ کی این بلا رو سرتون آورده؟ بشینید. آدمای سالوه شب اینا رو توی زندان زدن؟ آدمای سالو هم این خودش عوضی هن. اما منم ولشون نکردم. دندونان یکی رو شکستم و چشم یکم در آوردم. آفرین. دست در. مگه تو غم نداری؟ دارم اما شکر زدش کاری نداره. خیلی خوشم اومد. انقدر قشنگ حال اونا رو گرفتین. دیگه نیاز نیست نگران باشید. دیگه با من کار میکنه. به خانوادتون بگید. دیگه نمیخواد دنبال کار بگردن. فهمیدی؟ داشنانی حالا اون عوضی رو میگیرم. کیو؟ سالوستاو. داش اون دست گانیا رو شکست، دستشو میشکنم. این سالو یه زمانی بر خودش کسی بوده. همیشه با 10-12 تا نوچه میره این بر اون ور. چجوری میخوای بزنی؟ ولی داداش اون شنبه ها میره چاکلا. چطور بره اونجا؟ نوچه هاش هم دورش نیستن. آقای سالوی کجاست؟ هی نگاه کن گانیا، پول کارگرای بیچاره رو خرج عیاشی میکنه عوضی بی همه چیز. گوش کن، اگه یه بار دیگه توی آدماتو توی بازار ببینم پوستتو میکنم و کفش درست میکنم. این سگ میکشمت. چی کار میکنه؟ گانیا ولش کن، بیا بریم. میخوای پولا رو ورداری؟ ول کن بابا. قربان من نمیخواستم بکشمش. با ساتور بهم حمله کرد. منم فقط هولش دادم. اگه کاری نمیکردم منو میکش. قربان رفته بودی براش کارت عروسی ببری؟ اگه بنویسیم دفاع از خود بوده شاید آزاد شه. سخته. پرونده یه سنگینیه. حتما مجازات میشه. نانیا و نماینده مجلس با هم اومده. اینا اینجا چیکار میکنن؟ سلام راجفی. هی صندلی‌ها بکش عقب. از این طرفا؟ وقتی با جوانای بدبخت اینجوری رفتار میکنی به عنوان خدمتگزار مردم باید بیام پیش خودت. اونا خودشون اعتراف کردن که سالویو کشتن. اگه شکنجه کنی با باتون بزنی هر کسی قبول میکنه. هی تلویزیون رو روشن کن ببینید نیم ساعته که چه خبری سر زبون است.
روز آقای ساروی تو حال خودش نبود. من گفتم شب استراحت کنه اما گوش نکرد. بعد توی دوا سرش خورد تو شیشه و مرد. من آقا گفتم که خیلی زیاده روی نکنه، اما اون روی من دست بلند کرد. بعدش هم پاش لیز خورد افتاد رو زمین. پس کاملا واضحه که آقای ساروی به قتل نرسیدن و این یک اینم برگاهی وثیقش. میخوایم ببینی؟ نه دادا شده، آزادن. با آقای نماینده احترام بذارید. قربان. بسه کار خیلی خوبی کردید. دیگه نمیشد سالویو کنترل کرد. کار خوبی کردید، اونو کشتید. اما قربان، آدم اون چجوری دروغ گفت؟ تفنگو گذاشتیم رو سر زنش، برای همین تا دستور دادیم مثل بلبل حرف زد. به همین راحتی. نانیا یه روز منم تفنگمو میذارم رو سر تو، بعدش میبینم چه زرزرایی که نمی کنی. راجویر آروم باش، نکنه دلت میخواد بازم تعلیق بشی. خیالی نیست، بهتره عوض شی، برات خوبه. بیا بریم، بیا. شما کارهای اداری رو تموم کن. باشه. بعد بریم بچه بیاد. بگو چایی بیارن. کارهای اداری طول میکشه. فقط چایی؟ آره چایی. توست و کره‌ای، بیسکویتی چیزی؟ نه فقط چایی. مگه اداره پلیس خونه باباته؟ آبم باشه خوبه. از قدیم گفتن آب رو شنایه. مریضی؟ من ولت نمی کنم. آره من وکیل سامانم. الان میرم ولی بعد حالتو جا میارم. شما تعلیق شده بودی؟ آره مال 2 سال پیشه. توی دانشگاه یه باند مواد فروشی بود که یه دختر به مواد معتاد کردن، بهش تجاوز کردن، به صورتش اسید پاشیدن و پرتش کردن توی حیاط دانشگاه. دیگه نتونستم تحمل کنم. برای اینکه حساب اون جوانا رو برسم قانون یادم رفت. حتی یه نفر از اون باندو زنده نذاشتم. به گفته ی همین مثلا نماینده مردم، طرفدارای حقوق بشر سر و صدا راه انداختن و منم 2 سال از کارم تعلیق شدم. اما این جرم هیچ وقت تموم نمیشه. ما اگرم بخوایم نمیتونیم تمومش کنیم. به جای گلشن یه لات دیگه اومد. نماینده هم ازش حمایت کرد. الانم شده داداش نانیا. یه روزم راهول جای نانیا رو میگیره. اگرم بخوایم نمیتونیم کاری بکنیم چون دستمون بسته است. ما فقط میتونیم زمینه رو آماده کنیم که این سیاستمدارا کارای کثیفشونو بکنن. داداش داتا آروم برو بردار. ولش کن بابا. دیگه کارگری تمومه. این بار از پشتم برداشتی، اونی که روی سینم گذاشتی چی میشه؟ کدوم بار بابا؟ تو یه آدم کشتی. بابا من بیگناهم که آزاد شدم. شانس آوردی آزاد شدی. این فرصت رو از دست نده. عوض شو، ما غذا کمتر میخوریم اما نون بازومونه. من غذای کم نمیخوام، باید بشقابم پر باشه، اونم با دسر. با این لات بازی ها آخرش خودتو به کشتن میدی. شاید هم مثل داداش ساتیا دائم الخمر بشی. اینا رو ول کن، همگی با هم میریم خونه جدید. هنوز اونقدر بزرگ نشدی که مسئولیت ما رو قبول کنی. برو، خیلی کار دارم. میخوام شب نون بازومو بخورم. باشه هر جور راحتی. نمیخوام بخورم. بخور دیگه. هی بچه رو چی میزنی؟ ببینید غذا نمیخوره. چرا نمیخوری؟ آخه هر روز غذامون همینه. من دیگه نمیخورم. آخه ما سبزی زمین خودمون رو اینجا میفروشیم، بعد خودمون باید یه همچین غذایی رو بخوریم. اینجا میفروشی؟ بله آقا، اون کامیون منه. چقدر فروختی؟ 8000 روپیه. کود و بذر و سنگ چقدر شده؟ 1500 روپیه. اجاره کامیون 3500. عوارض چقدر؟ 1500 روپیه. چقدر شد؟ 6500. چقدر براش می‌دی؟ 1500 روپیه. برای این پول اینقدر جون میکنی؟ چی کار کنم آقا؟
اون دلاله که پولی نمیدن. پاشو با من بیا. سلام آقا. پولشو بهش بده. بهش دادم قربان. گرفتی که؟ چی میخوای؟ 8000 تا برام نمیصرفه آقا. خیلی کمه. کار همیشگیتونه. بیا اینم 500 تا. این که پولی نیست. حداقل 12000 تا برای کامیون بدید. کامیونتو بردار و برو. زود باش. آقا گوش کنید. پول ازش بگیر. نه اگه یه بار دیگه تو بازار ببینمت قلم پاتو خورد میکنم. آقا گوش کنید. برو ببینم کی کامیونتو 12000 تا میخره. من ازش میخرم. این دیگه کیه؟ قبلا ندیده بودمش. سبزیاشو 12000 روپیه میخرم. 12 ساله تو این بازار دارم سبزی میخرم. خیلی ها مثل تو اومدن و رفتن. اگه یه بار دیگه دهنتو باز کنی دندوناتو خورد میکنم و میریزم تو حلقه. چی کار میکنی؟ گوش کن. نزن داداش، چقدر میخوای منو بزنی؟ امروز فقط زدمت. اگه دوباره توی بازار ببینمت پاهاتو میشکنم. میدونی کجا میذارم؟ میکنم تو حلقه. اون وقت خود داری. فهمیدی؟ گم شو برو. همه تون گوش کنید. از این به بعد سبزیاتون رو من میخرم، اونم به قیمت. بگو دیگه. هر کامیون 12000 روپیه. به ماندا بگو یه چای مخصوص. ببین پس از خورده فروشی هر کامیون برامون 32000 تا در میاد، یعنی 24000 روپیه سود. برای همین گفتم 12. خیلی خوبه، شراکت میکنم. عقل تو و پول من. داداش دایا پیتیا اومدن. اینجا چی کار داری؟ دایا پیتیا کیان دیگه؟ هیچی، بچه های خورده پان کارهای کوچیک انجام میدن. اهل مرشی. سلام داداش ننیا. سلام. داشت پیتونبر داشتی گامبر. تو اینجا چی کار میکنی پسر؟ شما هم دیگه رو آره بابا از بچه های خودمون بودن. اینا برامون سیگار و این چیزا می آوردن. میزدین تو سرشون تو برامون کار کنن. وگرنه کارتو تمام میکنن. داداش ننیا مزاح فرمودن. شوخی نبود. اون سالوی اخاز و همینا کشتن. آره داداش نانیا این از اولم جیگر داشت. میدونی این پسر همون پهلوون داتا است. راستی آقا داتا چطوره؟ پهلوون داتا توی بازار حماله. داداش ننیا وقتی من مدرسه میرفتم این داستان خانواده رو ول کن. داستان خودتو تعریف کن. آها بله، یه زمینه 50 هکتاری هست. باید آزادش کنیم. راستش کار بزرگیه، ما از پسش بر نمیایم. خب به من چی میرسه؟ قرار 6 گرور بدن، نصف برمی‌دن. آره باشه. چیو باشه؟ این همون زمینه که ما خواستیم قبلا آزادش کنیم. 26 تا صاحب داره، صاحبش هم بومیه اینجا. حساب پدرمون رو در میارن. کدوم که میگویم که مال خانواده کامباله؟ اونو نمیشه کارش کرد. من امتحان کنم؟ کله گنداش کم آوردن، تو میخوای چیکار کنی؟ ای وکیل، یا حرف نزن یا راتو بکش برو. یعنی چی پاشو؟ به من میگه پاشو. بگی بشین دیگه. من میخوام بشینم، به تو چه؟ میگم بشین. خب تو سعی تو بکن. باشه من کارمو میکنم، اما این نصف نمیره تو مخم. یعنی تو سهم میخوای؟ این چه حرفیه؟ از شما سهم بگیرم؟ منظورم اینه که 90% شما، اونا 10 تا. هی کار مال ماستا. خب تمومش کن، پولشم بخور. راست میگه. این راست میگه.
خیلی خوب داداش. 30 تا. 12 تا. باشه داداش ننیا 20%. 15 تا. 18 تا. ای احمق، مگه من نخودچی بخری؟ برو ببینم. برو قبوله. 15 تا. همون 15 تا خوبه. ای وکیل، پرونده مالکا رو آماده کن. به سلامتی، به سلامتی. انگوش بزن دیگه. هی با زبون خوش میگم. انگوش بزن، زود باش. اگه پول بیشتر میخوای بهت میدم، اما بی حرف انگوش بزن. فهمیدی؟ تا وقتی که استاد نگه من هیچ جا رو انگوش نمیزنم. گانیا، استاد اینا کیه؟ همونی که تو رو از مدرسه انداخت بیرون. که اینطور. بذار استاد بیاد. حسابای قبلیم تصفیه میشه. بفرما. اسم شیطون آوردیم و ظاهر شد. ای سومان، آدم نمیشی نه؟ میدونین به من پول میدن، پس من باید تلاش بکنم. آخرین بار میگم اگه بمیرم هم زمینمو نمیفروشم. اگه بمیری دوست داری. از کجا میفهمی که این زمین مال تو یا مال یکی دیگه؟ راهول، تو اینجا چی کار میکنی؟ استاد، من این کار قبول کردم که زمین شما رو بگیرم. زود امضا کن. دستم ول کن. همون بچگیت ذات واقعی تو شناختم بی شرف. برای همین از مدرسه انداختمت بیرون. کار خوبی کردی. اگه درس میخوندم یه کارمند میشدم، یا اگه شانس میآوردم یه پلیس. اما میدونید استاد، الان بزرگترین پلیس ها منو میبینن خودشونو خیس میکنن. حالا امضا کن. هی استاد! هی! من از کسی نمیترسم. با اینکه کشاورزاده‌ای همچین کاری میکنی؟ من امضا نمیکنم. استاد بهتره عصبیم نکن. چی کار میکنی ها؟ چه غلطی میکنی؟ میخوای حدتو نشونت بدم؟ توف! مردی که خدای من. ای وکیل، به چی زل زدی؟ انگشتشو بزن پای برگه. انگشت آدم مرده هم انگشته. ای گانیا، بگو انگشت بزنن. 26 تا مالک، 26 تا برگه انگشت خورده. پس این ماروتیو کشته. بله قربان، این کشته. این عموی ماروتی کامبوله است. بعد شما بی خوده میرین خونه راهول، پدر مادرش رو اذیت میکنین. اما این قهرمانمونه. زود باش بگو دیگه. چرا راستش من به پول نیاز داشتم، ولی اون ماروتی کامبله داشت لجبازی میکرد. برای همینم من عصبانی شدم و بهش شلیک کردم. ببینم درست گفتم دیگه؟ آره بس دیگه. خوبه همین که گفتی خوبه. شلیک کردن یه بحث جداست. تو اول این تفنگو دستت بگیر. خب این کارا برای چیه؟ اعتراف کرد، حالا دستگیرش کنین دیگه. تو خیلی عوضی. یه روزی مثل سگ میگیرم میزنمت. یه روز اگه تو دادگاه ببینمت میارم به جایگاه شهود، آبروتو میبرم، جوری که دیگه نتونه سرتو بلند بکنی. باشه، این حرفا یادم میمونه. باشه. بگو ببینم چجوری این کارو کردی؟ این خیلی قرض بالا برده، منم بهش پول دادم. حالا اینو خانوادهش دیگه تا آخر عمرشون به پول نیاز ندارن. بیارین حالشو ببرین. این پولو داد، منم گرفتم، بعدم کشتمش. درست گفتم. خیلی خوب، عالی بود. دیگه برو پی کارت، تموم شد. برو. آدم باحالیه. خیلی خوب، اینم وثیقه راهول قبل از دستگیر کردنش. حالا بفرمایین چای بیارم. چیه؟ نه ببینید، ما همینجوری کمبود آب داریم، بعدش هم شما با ریختن آب رو من آبو هدر میدین. این آب معدنیه؟ اون معلمت بود، تو مدرسه بهت درس داده بود، بعد تو اونو کشتی؟ من نکشتمش، عموشونو کشت. خبرش همه جا پخش شده، ببینید. همون جوری که سالویو کشتی؟ خیلی خب بابا، گورتو از اینجا گم کن. گفتم برو. همتون دیوونه شدید. سیما تو یه چیزی بگو. اون چی میخواد بگه؟ گانیا، اینو از اینجا ببر. همینجا بمیرید. سیما بلند شو بریم.
پاشو بریم دیگه. سیما گم شو از اینجا برو، دیگم پاتو اینجا نذار. آی نماینده، صبح خیر. نانیا، چه خبر این موقع صبح اومدی؟ شما که کار ما رو انجام نمیدی، مجبور شدم بیام. من کدوم کارتو انجام ندادم؟ سالویی که مرد برای انتخاباتم به داگرو خاپره فکر کردم. پس چی شد؟ خاپره متهم به 2 قتله. ای همبیر، خودت هم همچین سابقه درخشانی نداری، اما بازم نماینده شدی. رئیس حزب از خاپره خوشش نمیاد. اون یکی از بازار بهش فرصت بده، بعدش تو همون انتخابات حزب رقیب منو میذاره مقابل تو. اون موقع است که کار تمومه. چرا ناراحت میشی ها؟ باشه، اون صندلی مال خاپره است، بهت قول میده. میدونستم کارم انجام بدی. من دیگه برم. میبینمت. ماشین رو روشن کن بچه. همه بار کامیون خالی شد؟ بله خالی شد. آقای داتا، ببین همه چقدر خوشحالن. پسر زندگی کشاورزا رو کلا عوض به قیمت خون آدما. درسته که بابای من تو حال خودش نیست، اما منو خیلی دوست داره. خب مگه من کم دوست دارم؟ راهول، درباره زندگی من بابام تصمیم میگیره. اون دسته دخترشو توی دسته یه خلافکار نمیذاره. خودش چی بوده؟ برای همین قبول نمیکنه. سلام داداش. چطوری گانی بسه؟ راهول کجا؟ همینجاست. راهول داداش دنیا اومده. پاشو برو. داداش نانیا، چه بی خبر اومدید اینجا؟ چطوری مرد جوان و خشن؟ نه نیاز به احترام گذاشتن نیست. بیا تو بغلم. آفرین. ای پسر خوب. تو داداش کوچیکمی داشتیم به هم چی میگفتی نه؟ عجب دختری بود. خیلی خوبه. آفرین به تو. ما خیلی همدیگر رو دوست داریم. همه همینو میگه. این چه حرفیه داداش من؟ هر وقت نخواستیش به من بگو، خودم آسیم رو میزنم. هرچی نباشه داداشیم دیگه. بالاخره این چیزا با هم نداریم. گفتن داداش من. ما عاشق همدیگه ایم. کاملا جدیه. باز شوخی کردم پا. یه چیزی برات آوردم، بیارینش جلو. بعد ببینه نظرت چیه؟ این خیلی خوبه. واسه شما؟ اما این کارا برای چیه داداش؟ برای چیه؟ قرارداد زمین ماروچی کامبله تمام شد. داداش این ماشین دستمزد کاری که کردی؟ سویچ بنده. بله داداش بفرمایید. بیا این سویچ بگیر، میشونی تو اون ماشین، بعدش میای تولد من، اونم سر وقت. رو چشه؟ چون تا وقتی که این داداش من نیاد من ککمو نمیبرم. جون شما. بله درسته. سر وقت بیا. بریم. حالا این شده داداشت؟ وقتی که خانواده ردت کنه میری با غریبه ها میسازی. راهول بیا اینجا بشین. بیا بشین. میخوام داستان اون عوضی رو برات تعریف کنم. بشین. وقتی که شینده زمین بابای تو رو خرید، اونم به قیمت مرغ و خروس، میدونی که باعثش بود؟ همین داداش نانیای تو بود. همین نانیا تفنگ گذاشت رو سر خواهرت، بعد به بابات گفت انگوش بزن وگرنه اول آبروی خواهرتو میبره بعدم میکشتش. بابای تو هم که چاره‌ای نداشت پای برگه ها انگوش زد. بعد الان این نانیا داداش تو شده؟ حالا خودت به عاقبت کار کردنت با اون فکر کن. وقتی که عبزی دیگه ندارم. داری چی کار میکنی؟ ای بابا سیگارم هم که گرفتی.
همه رو که گرفتی. یه چیزی بهش بگو. چیا نگاه میکنید؟ برید ببینم. الو، برای یه دقیقه. راول، نماینده هم بیره. بفرمایید. ای وکیل جا؟ ازم دفاع میکنی؟ آره حتما. پس اینو بگی. بریم. خوشت میاد هر بار خیتت کنه؟ دلم میخواد همین الان دخلتو بیارم. مراقب حرف زدنت باش آقا. چرا ضعیفاره میزنی؟ جرأت داری منو بزن. بیا بریم. به حرمت لباسته که آرومم. چه به لباسم احترام بذاری یا نذاری؟ باید بیای. دادا شده؟ بله. تو مراقب لباسم باش. یه حساب کتاب دارم. بابام پهلوان مهاراشترا بوده. بابای تو پهلوان مهاراشترا بوده. من پهلوان هندم. مگه نمیدونی من داشت جدیده پونا. تو داداش جدیده پونایی. من خیلی وقت داداش کل هندیا. بیشتر از 200 نفر توی اون جشن بودن، اما کسی چیزی ندیده. با این حال راهول رو به قتل نانیا متهم کردن. راهول یه کارگر ساده و با استعداده، اما پلیس با اون خصومت شخصی داره. درست مثل سالوی که اتفاقی مرد، اما پلیس راهول رو بازداشت کرد. ماروتی کامبله رو عموش کشت، اما بازم راهول متهم شد. و حالا هم که این. اما این دیکتاتور بازیای پلیس خیلی طول نمی‌کشه. چند ماه بعد
ای وکیل این پرونده کی تمامه؟ آخه کدوم پرونده؟ وقتی شاهدی نباشه پرونده هم نیست دیگه. همون روز اول قاضی همه چو تموم میکنه. راستی داداش دایا پیتیا میخوام ببینم. فعلا نه، بعدم برو بدیم. دادا شده کجاست؟ اونجاست قربان. سلام قربان. قربان بشین اوده. قربان خبر شنیدین؟ این که راهول آزاد شده. پس میدونین. مگه شما فکر میکردید راهول کل اون توی زندان میمونه؟ تا وقتی آدمای فاسدی مثل هامبیر رأس کارن همه اینا آزاد میشن. به ما تفنگ دادن ولی برای هر تیرش باید حساب پس بدیم. اما این آدما هیچی. یعنی ما هیچ کاری نمی کنیم؟ میکنیم. با مغزمون بازی میکنیم. مهاباراتا رو خوندی؟ نه خوندم ولی تو تلویزیون دیدم. قهرمان مهاباراتا کی بود؟ آرجون. نشونه گیری ایشون خیلی خوب بوده، اما عقل کریشنا خوب کار میکرده. ایشون برای اینکه ریشه ظلم بکنه برادر رو گذاشت مقابل برادر. برای اینکه کار این مجرما رو تموم کنیم میتونیم اونا رو بندازیم به جون هم دیگه. درسته. عجب حقی داری. به نظر اخلاقم چجوریه؟ خیلی خوبه. منظورم اینه که خیلی آروم. چون من با صدای بلند حرف نمیزنم، فحش نمیدم، چیزی نمیشکنم، اینجوری میگی؟ من آدم خیلی عصبانی هستم. روزی که این سردار کنترلشو از دست بده زهره همه میترکه. راهول، دایا و پیتیا. حوصله ندارم. یکی دیگه بیار. چطوری داداش راهول؟ عالیه. باید چطور باشم؟ چرا اومدید؟ کاری داشتی؟ کار کامبله که تمام شد. اومدیم 15%مونو بگیریم. برای پرونده نانیا زیاد خرج کردم. دستم تنگه. خب دست ما هم تنگه راهول. خب یه کاری بکنید. این 6 لاکو بگیرید. بقیه‌اش هم بعد میدم. باشه؟ 6 لاک به چه درد میخوره؟ 90 تا سهم ماست. مگه نمیگم فعلا 6 لاک بگیر، ها؟ من قرار دارم دیگه برید. برید دیگه. شام میخواید؟ شما برید. کسی نمونه. راهول باید زود برگردم خونه. یه فایل رو سریع میخوام ولی یادم نمیاد دقیقاً کدوم بود. پادوال تو یادته؟ از صبح دارم دنبالش میگردم یادم نمیاد. حتما توی کمد گذاشتیش. نه اینجا هم نیست. پس قربان شما رو اذیت نکنه. داش نیم ساعت من اینجا. بیار امضا کنم دیگه. مگه وزیر کشوری که باهات ویژه رفتار کنیم. با تو بنداز. با تو بنداز وگرنه میشکنمشون. لات عوضی دوزاری. به خاطر همین لات دوزاریه که زندگی پلیسایی مثل تو میچرخه. صدق سری ما زندگی میکنید. اون وقت این پولا نون بازوته که انقدر راحت به بادش میدی. کسی که با تصاحب زمین کشاورزای بیچاره پول در میاره بزدله. وقتی همین بزدل نماینده بشه، وزیر بشه، بهش سلام نظامی میدی. تا اون موقع زنده میمونه. ما یه لیست از هیولاهایی مثل تو داریم. کسایی که مردن و هیچ وقت به دنیای سیاست نرسیدن. من با اونا فرق دارم. زنده میمونم. یه روزم وزیر مهاراشتار میشه. تو این دنیا هیچی باقی نمیمونه به جز پلاستیک. پس این آویزه گوشت کن. من از پلاستیکم. بهت قول میدم
روزی به هم سلام نظامی میدی و میافتی به دست و پا. من سردارم، فقط و فقط جلوی خدا سرخم میکنم. اگه فرصت گیر بیارم یه تیر تو سرت خالی میکنم. دادا شده از سر انگشت این احمقو بگیر. اگه قاطی کنم سرشو میچسبونم به اون کاغذ. جناب وزیر. دایا خیلی طول کشید. پاتوارتان الان دیگه میاد. داداش پیتر ساعتت خیلی باحاله. خوشت اومده؟ آره. بیا بگیرش. نه همینجوری گفتم. دیگه. هی شماها کی هستین؟ این مسخره بازی ها چیه؟ چجوری اومدید داخل؟ اومدیم تو مزرعه خودمون. مگه دزدی کردیم؟ مزرعه خودت؟ مگه خوندن بلد نیستی؟ بخون. این ملک به ویجی پاتوارتان تعلق داره و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار داره. ببخشید داداش، ببخشید. زود باشید از اینجا برید. چرا میری اون طرف؟ چی کار میکنی ها؟ ساکت. اونو بیا. داری چی کار میکنی؟ حالا اینو بخون. زمین بابای من، هر غلطی دلت میخواد بکن. پیتیا و دایا. تو نمیدونی که کی این زمین رو برام گرفت؟ کی؟ داداش راهول. داداش وایسا، بذارید من برم داخل. برو بیرون. بندازش بیرون. خواهش میکنم گوش بده. برو بیرون. داداش بذار با داداش اونجا چه خبره؟ داداش از اصل اینجا نشسته، گیر داده با شما حرف بزنه. بذار بیاد. بازش کن. بیا تو. اسمت چیه؟ سیدارت. پول میخوای؟ کار پیش تو. ننه بابات کجا؟ 2 سال پیش بابام مرد. 3 ماه بعدش هم مامانم خودکشی کرد. چون کار نداشتم دزدی میکردم. 2 سال توی زندان بودم. یه نفر بهم گفت داداش راهول آدم خوبیه، برای همین اومدم پیش تو. گوش کن، این پولو بگیرش. اگرم بازم پول خواستی میای پیش خودم، فهمیدی؟ اینو ببر خونه‌شون. بیا ببرش. بیا پسرم بیا. داداش بیا برو بیرون. داداش گوش کن. داداش گوش کن. بفرما داداش. نترس پسرم، بپر. من اینجا. نه بابا من میترسم. من اینجا نشستم. کجا میری؟ دست و پاتو تکون بده. زود باش. آفرین شیر مرد من. زود باش. بهت که گفتم من همیشه پشتتم. داداش زنگ زده. بله داداش. ببینم اون پسره رو کجا بردی؟ جای نبردمش داداش، همینجاست. زود باش بیار پیش من. باشه داداش. داداش بیا اینجا. تو برو بشین. اونجا نه پسر، بشین اینجا. اینجا؟ آره. تو پیش من میمونی؟ تا وقتی که زنده ای هیچ وقت ولت نمی کنم. هر کاریم که تو بگی میکنم. از فردا میری مدرسه، باید درس بخونی. نمیذارم کم بوده بابا تو حس کنی. میدونم که نداشتن پدر چه حسیه. هی پانا بشین. از این به بعد تو دوست صمیمی منی، باشه؟ برو. راهول چیه؟ اون یارو پاتوارتان بود، همونی که توی مورچه بهش زمین دادیم. خب چی شده؟ دایا و پیتیا اون زمین رو گرفتن، یه گوله هم زدن تو پاش. خیلی زود باید نسخه این دایا و پیتیا رو بپیچیم بره. فردا کی باید بریم پارک آیتی؟ ساعت 10. اما اون سازمان چی داره؟ یه عالم مرغه که
تخم طلا میذارن. چی؟ با قیمت کمی زمینای کشاورزا رو خریدید و پارک آیتی رو ساختید. حالا اون کشاورزای بدبخت یا توی بازار کارگری میکنن یا دائم الخرج شدن یا خودکشی کردن. بعد شما عوضیات دارید میلیاردی پول در میارید و عیاشی میکنید. باید سهم منو بدید. این پول زحمت ماست. فکر کردی با تهدید میتونی پول مفت ازمون بگیری؟ معلومه که میدید. اگه منم نگم با التماس میایید و پول زحمتتون رو میدید به من، وگرنه تو سر هر کدومتون یه تیر خالی میکنم. خواسته منو خوب میدونه، برای همین خلافش انجام میده. بشین قربان لطفاً بفرمایید اینجا. بشین راحت باش. هم روستاییت اینجا کار کاسبی را انداخته. یعنی چی؟ اخراجی کردن از پارک آیتی، اونم ماهی 2 کرور. این همه؟ اگرووال زنگ زد، حسابی همشون ترسیدن. من گفتم شکایت کن، گفت نه. خب دادا شده دعوای خروس ها رو دیدی؟ تو روستا آره. باید 2 تا خروس رو بندازیم به جون هم. قراره خیلی خوش بگذره. پادوال. بله قربان. زنگ بزن به پیتیا، بگو سهم پولش از پارک آیتی دیگه میره تو جیب داداش راهول. اطاعت. پیتیا. سلام بابا، چطوری؟ مامان خوبه؟ این کیه؟ نمیدونم. این چه جوابیه؟ من هر روز خبرها رو میخونم. اونا دروغ مینویسن، نباید اینا رو بخونی. گانیا پاشو بیا اینجا. بیا بگو داداش تاتیا. آخ دستمو بگیر بلندتر کن. این راهول زرنگه، این همه پول داره، پس چرا همیشه برای چای خوردن میاد اینجا؟ قراره داماد تو بشه. این دختر منه. قبل از اینکه دستشو بذارم تو دست اون دختره رو پرت میکنم جلو قطار. فهمیدی؟ راهول ساتیا که حاضر نیست دست دخترشو بذاره توی دستت. فکر کردی ازش میترسم؟ من یه روز واسه خودم لاتی بودم، اما مثل این بزرگ نبودم. گوش کن پیرمرد. چیه؟ دخترتو میخوام، اگه قبول نکنی همین الان میبرمش. واقعا؟ هی راهول، وقتی سر من درد میگیره میرم از این مغازه که این بغله قرص سردرد میگیرم. 2 تاش میشه 1 روپیه، اما 4 بار این طرف اون طرفشو نگاه میکنم که تاریخ مصرفش نگذشته باشه. این که دیگه دخترمه. گفتم کیه؟ دخترمه. پس فکر کن بخوام بدمش به کسی چقدر طرف و این طرف و اون طرف میکنم. من دخترمو به هر کسی که از راه رسیده نمیدم. تو که دیگه گندلات این شهری. تاریخ انقضات خیلی وقت گذشته. تاریخ انقضای من گذشته. آره هر لحظه ممکنه جونت در بره. راهول چه کار میکنی؟ بلش کن راهول. بگو تاریخ انقضای چی گذشته؟ مال تو. من از تو نمیترسم. ایمان دعوا کنار. تو کی هستی که دخترت ندی؟ دخترتم خیلی وقت منو میخواد، حالا بازم جلومو میگیری؟ جلوی منو میگیری؟ زود باش حرف بزن. ساتیا بی شرف. حتی دیگه اگه بابامم قبول کنه من دیگه باهات عروسی نمی کنم. چی داری میگی؟ مثلا میخوای بگی خیلی رو من حق داری؟ چی میخوای به مردم بگی؟ ها؟ همتون گوش کنی. آره من عاشق این بودم،
اما دیگه نمیخوام باهاش ازدواج کنم. این میتونه با زور زمین مردمو بالا بکشه، ولی نمیتونه ماندا رو به چنگ بیاره. ماندا، من عاشقت. گم شو! ازت متنفرم. اگه فکر میکنی میتونی منو از اینجا ببری، فقط میتونی جنازه‌مو با خودت ببری. گوش کن. برو گم شو! بهت گفتم از اینجا برو! اینو از اینجا ببرید! باتریمو بده. چیه بگو؟ راهول، بارکیا رفته بود پارک آیتی پولو بگیره، اما پیتیا و دایا اونو کشتن و پولو بردن. امروز بارکیا، فردا هم خودتا. خوب چک کنی. داداش بله قربان. این حتی از جنگ گروسا هم خیلی بهتره. این رازلو باش دارن هم از تعداد خودشون کم میکنن، هم جرمو تموم میکنن. خب ما چی کار میکنیم؟ ما فقط میشموریمشون. رادوال؟ بله قربان. اسم اینا رو بنویس. اطاعت. سوراف سالوی، ویکاس سانا، نیلش جاداف، رئیس خان. دایا و پیتیا دوتا از آدمای تو رو کشتن. دایا، راهول دخل دوتا از آدم تو آورد. تموم شد؟ بله. نه قربان. نه خب ببینم آقای آکروال، پول آماده است؟ آخه به چند نفر دیگه باید پول بدم. دیگه کی جرأت کرده که پول بگیره؟ ما.
اینجا چی کار میکنی؟ اوضاع زندگیمون خیلی بده آقا. خونه مردم ظرف و لباس میشورم. خواهر گندلات جدید پونا هستی و خونه مردم کار میکنی. من به تو پدرت افتخار میکنم. اگه یه وقت به چیزی نیاز داشتی حتما به هم بگو. آقا راهول میشه وقتی هم که اون قطره ها خنک شدن تبدیل میشن به بارون و میان پایین. فهمیدی؟ خوبه من زیاد درس نخوندم. چرا؟ وگرنه دیوونه میشدم. تو چرا؟ استاد دیوونه میشد. اینقدرم سخت نیست داداش، من بهت یاد میدم. نه بگو. تو نمیخواد چیزی به من یاد بدی. راهول جای دایا رو پیدا کردیم. مرتی چه عوضی ها من کجا میری داداش؟ تو درس تو بخون. میرم درس عبرت بدم. لعنتی آشقا میکشمت. وسی فرار کرد. آقای نانواره، تو اینجا چی کار میکنی؟ آدمای پیتیا رفته بودن پیش اون طلافروش مکوانا اخاذی کنن. اینم باهاشون بود. چی میشنوم با اون ارازل بودی؟ من نمیدونستم اونا برای چی میرن اونجا. اونا دوستامن، برای همین باشون رفتم. دوستاتن؟ تو گوشی به این گرونی از کجا آوردی؟ داداش پتیا بهم کادو داد. داداش پیتا بهت داد؟ کادو داد؟ داداشت داد؟ مگه تو میتونی بخریش؟ ها؟ وقتی مامانم مریض بود داداش پتیا بهم پول داد تا ببرمش بیمارستان خصوصی. تو چطوری جرأت کردی از خلافکارا پول بگیری ها؟ چطور تونستی پول بگیری؟ میخوای باباتو جلوشون کوچیک چی کار میکنی؟ این کارا چیه داداش شده؟ مادرش میفهمید خودکشی میکرد. میدونی چی کار کرده؟ همه چیو شنیدم. بشین پسرم، اینجا بشین. پادوان؟ بله قربان. زنگ بزن به پیتیا. چشم قربان. بهش بگو حکم اعدامت اومده. بله قربان. من پادوالم. حکم اعدامت همین الان اومد. تا 24 ساعت دیگه کار تمومه. چی گفت؟ وایسا قربان اینجا رو ببینید داداش پیتیا اومده. دستم به دامنت. خواهش میکنم منو نجات بده لطفا. خواهش میکنم. چی شده اومدی اینجا؟ همین الان پادوال زنگ زد که امروز حکم اعدامم اومده. اینجوری بهم گفت. این یارو پادوارتان که تو کشتیش یکی از فامیلای وزیر کشور از آب در اومده. اشتباه کردم آقا، اشتباه کردم. هر جریمه‌ای باشه پرداخت میکنم. خواهش میکنم منو نجات بده. التماست میکنم. من نیست. مال دادا شده است. دادا شده. التماست میکنم. ما جفتمون مال یه روستاییم. خواهش میکنم منو نجات بده. هر چقدر که لازم باشه خرج میکنم. این قهرمان توه. خواهش میکنم نجاتم بده. پاشو بهش لگد بزن. نه آقا. اگه بهش لگد نزنی بابات یه گوله تو سرش خالی میکنه. نه دادا شده اینجا نه، بیرون پاس چی میگین آقا؟ داداش این کارو نکن. به التماس میکنم داداش. لگد بزن. زندگیش به لگد تو بستگی داره.
بزن آروم. به چی نگاه میکنی؟ بزن بیا دیگه. به من لگد بزن. موضوع زندگیش آرون. محکم بزن. به چی فکر میکنی پسر؟ تو همیشه به حرفم گوش میدی. بزن دیگه. یه لگد بزن محکم. برو اون زندگی تو نجات داد. باشه ممنونم آقا لطف کردین. گفتم که پرونده ای من نیست. پرونده ای دادا شده است. دادا شده. خیلی ممنونم. ببخشید آقا دست خودم نبود. یه پلیس 7 سیلی بهت زد. از جاتم تکون نخوردی. اون وقت اون قهرمانته. کسی که با یه سیلی خودشو خیس کرده. بابا منو ببخش. دیگه از این کارا نمی کنم. اشتباه کردم. بیا گوشی تو بگیر. معذرت میخوام بابا. منو ببخش. دادا شده. این کارو بذار برای خونه. الان باید بریم مأموریت. داداش کیه؟ پاکی است. جواب بده. بذار رو بلنگو. بگو پاکیه. داداش من اومدم مدرسه دنبال سیدو اما مدرسه نبود. این یعنی چی؟ داداش من همه جا دنبالش گشتم اما توی مدرسه نیست. نمیبینم. پیداش کن پاکیه وگرنه خودم میکشمه. پیتیا. آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ نکنه حواس شیرینی کردی؟ شیرینی؟ نه آقا. وقت تو تلف نکن. راهول خیلی گنده شده. بهتره بری دنبال اون. سردار اون بچه‌ای که داخله خیلی برای راهول مهمه. اگه اونو بگیری راهول 4 دست پا میاد. این فرقه بین راهول و شما 2 تا ابلهه. ناتی هم مسلکی داره. کسی به خانواده و بچه ها دست نمیزنه. حالا زودتر برو. داداش سیدی رو پیدا نکردم. چی شده راهول؟ ای گانیان مگه نگفتم 2 تا آدم با سیدو بفرست؟ گفتم یا نگفتم؟ اما من به باکیا گفتم که اتفاقی براش بیفته من تو رو میکشم. اما من بیا خودش اومد. تو کجا بودی؟ میگم کجا بودی؟ تولدته رفتم کیک بخرم. آره راست میگی راهول. اصلا حواسمون نبود. دفعه دیگه اگه بدون خبر بری میکشمت. ببخشید. برو آماده شو. بعد کیکو میبرم. باشه. بیا گرسنت شدی؟ آره؟ بیا بریم. به به چی شده یادی از ما کردی؟ چطور؟ ترسیدی؟ چی من؟ چرا بترسم؟ از اینکه واسه بچه اتفاقی بیفته. اگه کسی به اون دست بزنه محله رو با آتیش میکشم. چه نسبتی با اون داری؟ با اون؟ چون منه. اون مادر پدر نداره، منم ندارم. پس اونی که توی بازار کارگری میکنه اون کیه؟ اون زنایی که خونه دیگران ظرف میسابن اونا کیان؟ راهول تو هم داری با بقیه کشاورزا همون کاریو میکنی که نانیا با پدرتو تو کرد. زندگی خودتو که به باد دادی. حالا میخوای زندگی این بچه رو نابود کنی؟ نگران نباش آقا. مثل من مجرم نمیشه. قراره بابای مجرما بشه. قراره که پلیس بشه. میدونی که چی میخوام؟ قبلا بهت گفتم وزیر. تو دیوونه شدی. واقعا فکر کردی از پلاستیک ساخته شدی؟ البته پلاستیک هستی. اشغال بزرگ این شهر. من مشکلی ندارم. هر جور پلاستیکی هم که باشم به همه دستور میدم. راستی یه چیز دیگه، امروز این حمال توی روستا 300 هکتار زمین داره. چقدر؟ 300 هکتار. اما کی داره روی این 300 هکتار کشاورزی میکنه؟ بابات کار میکنه؟ مادرت کار میکنه؟ یا خواهرت؟ منم توی مهاراش را به دنیا اومدم و منم پسر یک کشاورزم.
زمین بابای منم با زور ازش گرفتن. اما من مثل تو یه مجرم نشدم. شدم بابای همه مجرما. پلیس شدم تا بتونم گندلاتایی مثل تو رو از پا در بیارم. 6 ماه پیش با پول دستمزد حلالم توی روستا فقط 1 هکتار زمین گرفتم. بابام هر روز میره روی اون زمین کشاورزی میکنه. خیلی هم خوشحاله. اما تو چی؟ به 300 هکتارت مینازی؟ فردا میشه 600 هکتار، پس فردا 6000. اما وقتی کارت تموم شه فقط یه قبر لازم داری. یه قبر چقدر میشه؟ 6 در 3. وزیر آینده مهارشترا. ای تو کی هستی؟ من. ها؟ داداش راهول؟ مجبور شدم بیام آقا شینده. منو خبر میکردید خودم میومدم قربان. بهت گفتم زمین جادا و 2 کرور بخر، اما تو گوش نکردی. خب چی کار میکردم داداش راهول؟ اوضاع بازار خرابه. بشین. بشین. راستش بازار خراب نیست، نیت تو خرابه. براش 50 تا میفرستم داداش. 50 تا برای اون؟ یه سم واسه من. چته؟ این دیگه چه وضعشه؟ مگه اولش 25 تا ندادی؟ سلام آقا. تولدتون مبارک قربان. تولدتون مبارک باشه. مبارک باشه. ممنون. تولدتون مبارک آقا. راجویر حالت چطوره؟ خوبم قربان. اوضاع نظم و قانون توی بونا چطوره؟ کی بهتر از شما میدونه؟ اما بریم جلو اوضاع خوب میشه. چون کسایی که امروز قانون رو میشکنن فردا میشن محافظای یعنی قانون. چی؟ رابین هود امروز نماینده فردا میشه. شاید پس فردا وزیر بشه. چقدر؟ 1 کرور. 4 تای دیگه هم بعد تحویل جنازهش. زود برات میفرستیم. از طرف منم 2 کرور دیگه میگیرم. گروبان پادوالم از پاسگاه بازار مرکزی. بگو. میخواستم بگم شینده امروز 7 کرور داده به پیتیا تا تو رو بکشه. واقعا؟ درسته؟ آره موثقه. چی گفت؟ خیلی خونسرد. اما قربان الان جون شینده در خطره. شنیدی؟ نگران جون شینده است. حالا مگه اون آدم مهمیه؟ این داستان از شینده شروع شد، اما تموم شدنش با راهوله. چی شده؟ بیا بریم. چی کار میکنید؟ داداش راهول سوء تفاهم شد. پیتیا پول دادی منو بکشه؟ نه من همه چیو میدونم. اشتباه کردم. فقط این بار منو ببخش. فقط همین یه بار اشتباه من کردم. داده بودم یادته؟ من امروز بهش کردم. عمل میکنم. داداش راهول غنیا اینو ببرش. باشه. داداش راهول نه خواهش میکنم. رابیا نه داداش راهول تلالشو تکون بده. ببخش. خواهش میکنم دیگه تکرار نمیشه. خواهش میکنم دیگه تکرار نمیکنم. منو ببخش. یادت شینده؟ تو یه روز گفتی منو میبندی به اسب، منم بهت گفتم یه روزی میبندمت به گاو، اونم 2 تا گاو. مخصوص تو خریدمشون. برید ببندینش. داداش راهول نه، من زمین تو پس میدم. غلط کردم.
زمین بابای منو ازش گرفتی، بعدشم گذاشتیش روی همون زمین نگهبانی بده، بهش بی احترامی کردی. به خاطر تو نه بابام پیشمه، نه مادرم، نه خواهرم. به خاطر تو همه چیزم از دستم رفت. من امروز این زمین رو به خاطر بابام ازت پس میگیرم. یادت شینده؟ من بهت گفتم روی این زمین خون ریختم، یه روز پسش میگیرم. هی گانیا، اثر انگشت نگاه کن شینده، ببین زمین تو گرفتمش. ولش کن، چی کار میکنی؟ ولم کن گانیا، برو عقب وگرنه خودم میکشمت. بابا راهولو مرده. ای بابا، زمینمون رو پس گرفتم. کجایی بابا؟ زمینمون رو پس گرفتم همون جوری که بهت قول داده بودم بابا. داداش راهوله. شماره رو اشتباه گرفتی؟ بابا یه خبر خوب واسط دارم، زمینمون از شینده پس گرفتم. ببین راهول، این زمین مال بابام بود، منم برای حفاظت از بچه هم با قیمت ارزون فروختمش. اگه بمیرم هم توش کار نمی کنم. بابا گوش کن چی میگم. بابا بالاخره راهول اومد. آره دقیقاً کار خودت باش حرف بزنم. همش تفسیر این بود. موافقم. اما خوب جوابشو دادی. اما موریا، حالت خوبه؟ چجوری خوب باشم؟ تو که میخوای منو دغمرگم کنی. این چه حرفیه؟ گانیا، چی به عمو تو گفتی؟ بهش گفتم زمینشو بفروشه، اما قبول نمی‌کنه. اون دفعه یادته. ببین عمو، به خاطر زمین 2 هکتاری شما من 5 کرور ضرر میکنم. خیلی خنده. این میتاله میخواد اونجا کار کنه، شما قیمت رو بده. چه دیگه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ چی اینقدر بامزه است ها؟ بخند دیگه، مراقب بخند. خندت بند اومد؟ لطفاً ببخشید اشتباه کردم. چیزه پسرم کلاس 12 با نمره خوبی قبول شده، واسه همین نیاز نیست واسه رشته مهندسی پولی بدیم دیگه. چی میتونه بیشتر از این یه پدر رو خوشحال کنه؟ ولی ببخشید اگه شما رو اذیت کردیم. بهشون شیرینی بفرمایید. شیرینی ببخشید. بفرمایید. بازم معذرت. بخندید. ای گانیا، زمین عمو رو نمیگیریم، اما به این زمین نیاز داریم. یکی دیگه برات پیدا میکنی. داداش راهول، پشت این زمین آبه. بهت گفتم یکی دیگه بهت میدم، اونم نزدیک آب.
کجا میری؟ کار دارم. وایسا منم بیام. من بچه نیستم، فهمیدی؟ نمیخواد همه جو دنبالم بیاد. هیچ کس دنبالم نمیاد. داداشتون راهول. بابا میشه باهات حرف بزنم؟ بگو. بابا من بدون شما خوب نیستم. هیچی بدون شما خوب نیست. تو با خواست خودت رفتی. این چه حرفیه بابا؟ چند بار خواستم بیاید با من زندگی کنید. تو خونه تو بوی جنازه آدمایی که کشتی میاد. بعد از کشتن سالوی یه فرصت داشتی که خودتو عوض کنی، جبران کنی، اما مست چیزای دیگه شدی. پول و ثروت، لاتبازی. بابا اگه همه چی رو ول کنم تو برمیگردی؟ نه، خودتو تحویل پلیس بده. روزی که مجازاتتو کشیدی، اون روز با دل خوش قبولت میکنم. بابا میدونه که ممکن نیست. اما بهت قول میدم همه چی رو ول کنم. بابا میخوام برم تو سیاست. بابا یکی از حزبا قبولم کرده، من برنده میشم. بابا میخوام یه بار دیگه صورت شما و مامان خندون ببینم. بیایید بریم خونه من. بابا من خیلی تنهام، خیلی تنهام بابا. یه بار مثل قبلنا بخم بابا. این شرایطمون نیست که خندمونو خوش کرده راهول. کارای تو شادی رو ازمون گرفت. روزی که گناههای تو پاک بشن از ته دل قهقه میزنم. حالا اجازه میدی غذامو بخورم؟ هنوز کارام مونده. اینجا رو ببین، گندلات پونان داداش راهول اومده. راهول؟ مهمون من باش، ازت پول نمیگیرم. برات یه خبر خوب دارم. بیا اینجا. من با یه مرد واقعی ازدواج کردم. 6 ماه دیگه مراسم اسمگذاری بچه. اگه فرصت کردی حتما. فکر کردی اون میاد؟ اون تاریخ مصرفش خیلی وقت گذشته. داداش راهول گندلات. هیماندا، این سری این گل سرت خیلی بهت میاد. اگه زنده موندم حتما میام. درود بر الهه گانش. برای مراسم الهه گانپاتی آمادی؟ آخه تو همچین روز خوبی چرا این آدم نه زنگ میزنه؟ چیزی نیست راجویر، زنگ زدم بگم که امروز من میخوام کار پلیس انجام بدم. انجام بده. امروز توی مراسم الهه گانش فقط از دور تماشا میکنم. امروز قرار کار راهول و گانیا با هم تموم شه. حتما این کارو بکن. پس جلومونو نگیر. جلوتونو نمیگیرم، فقط لذت ببر. لذت میبرم. قربان هیچ کار نکنیم. بذار فکر کنن همه کارا رو خودشون میکنن، اما این بازی رو ما داریم میچرخیم. بله درسته. بریم. بفرمایید قربان. تو که میدونستی من از کجا شروع کردم. بازار مرکزی.
و میدونستی قلبم اونجا باختن؟ برای چای فروشی؟ برای خود دکه نه، به فروشندش. خیلی خوشگله. ای ماندا، اومدم لیواناتو پس بدم. یادگاری نگهشون داشته بودم، اما وقتی نیستی به چه دردم میخوره؟ داداش اینجا که کسی نیست. آخه عروسی کرده. بیا بریم. کجا؟ اینقدر سوال نپرس، بیا بریم دیگه. چی کار میکنی؟ اینجا خونه کیه؟ راهول، تو اینجا چی کار میکنی؟ دیگه منو نمیخوای؟ نه. دوستم نداری؟ نه، دوستت ندارم. خوبه. میدونی ماندا، من به هر چی که تو الان دست دادم با خاک یکسان شده. مامانم رفت، بابام رفت، الانم تو ولم کردی. اگه امکان داره منو ببخش ماندا، منو ببخش. اشتباه بزرگی کردم. داداش بریم، باید بریم به مراسم الهی دانش. تو زنگ بزن به گانی. کارش تموم شد. یادت گفتم وقتی این سردار از کوره در بره همه زهر ترک میشه. امروز این سردار عصبانی شده. دیدی راجبیر؟ کثیفی شهر رو پاک کرد. هنوز کامل تمیز نشده. منظورت چیه؟ تیکه عوضی! بریم. امروز نه آقا. یه روز به من مهلت بده. اول مراسم سوزوندن گانی‌ها رو انجام بدم، دخل پیتیا و دایا رو بیارم، بعدش اگه اعدامم بکنید حرفی نمیزنم. اگه من نیومده بودم تو زنده نمیموندی که این چرت و پرتا رو بگی. این سرنوشتمه که من زنده‌ام. برو ببین تقدیرت چی میگه. کجا میری؟ چای بگیرم. تو هم میخوری؟ باشه برای منم بگیر.
2 تا چای. بگو داداش. زود باشین بشم رسیدن. بشینید بریم. بگیریدش! زود باشید! نظریتون عوضی فرار کنه! باید امروز بگیریمش! وایسا! گوشی رو بده! هیچیدو توی درد سر افتادم. گوش کن به آدمایی که بیرون خونن بگو بیان بازار مرکزی باشه. باشه داداش. ماشینم های نگاه بنداز. خودت هم بفروشی نمیتونی پول تعمیرش. آقای شنده پولتو به رخ ما نکش. یادت نره این زمین یه روزی مال ما بوده. پول دادم خریدمش. برو به بقیه هم بگو چقدر خریدیش. تو یه فرصت داشتی که خودتو عوض کنی. غذای کمتری میخوری اما نون بازم. گوش کن من غذای کم نمیخورم. باید بشقالام خوب باشه اونم با دسر. دخترتم خیلی وقت منو میخواد. این میتونه با زور زمین مردم رو بالا بکشه ولی نمیتونه مادر رو به چنگ بیاره. ما یه لیست از هیولاهایی مثل تو داریم. کسایی که مردن و هیچ وقت به دنیای سیاست نرسیدن. کشیدش! حالا این شده داداش تو وقتی خونواده آدم رو ول کنه مجبوری با غریبه ها خونواده بسازی. اول آبروی خواهرتون میبره بعدم میکشد. همه برید بیرون. راهول اون طرف ها ببینید. این طرف هم بگردید. بله بفهمید. قربان داتا پاتیلم از بازار زنگ میزنم. اینجا تیراندازی شده. یه کاری بکنید وگرنه راهولو میکشن. اومدم. اون طرف نیستش بابا. عوضی همینجا غایب شده. پیداش کنین. این اینجا چی کار میکنه؟ دایا و پیتیا بازی تموم شد. برید اونجا بشینید. واسه چی؟ شما متهم به قتل گانیا هستید. اون راهول کثافت همینجا قایم شده. اول بکشیمش بعد خودمون میایم پیشت. اون وقت پلیس این وسط چی کار است؟ تیله بازی کنه؟
تو هر کار دلت میخواد بکن. را بیافت بری. خیلی خواه بلند شین. این آشغالا رو ببرید. بلند شو. زود باش. را بیافت. حالا تو چی؟ قربان من میخوام خودم رو تسلیم کنم. تصمیم درستی گرفتی. داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ دیگه به این نیازی نیست. هست. چرا؟ روزی که مامانم مرد قسم خوردم وسط بازار بکشمت. اسم من سیدارته. سیدارت ماروتی کامبله. چیزی یادت اومد؟ کار خوبی کردی. دست خوش پسر. بالاخره این آشغال مرد. هی پلیسای محله زود بشین ما رو ببرین. ما که فردا آزاد میشیم. وقتی هم آزاد بشیم پونا که هیچی میشیم شاهای مهاراشرا. مگه مهاراشرا ارث باباتونه؟ رامول بابا من به حرفت گوش نکردم. منو ببخش.
آقا من با اون فرق دارم. من زنده میمونم. تو این دنیا هیچی باقی نمیمونه به جز پلاستیک. یه بار بخند به خاطر من، یه بار بخند. روزی که مجازات گناهاتو بکشی از ته دل قهقهه میزنم. قبلا بهت گفته بودم از این دنیا فقط یه قبر نصیبت میشه. یه قبر. مترجم سارا مظاهری، ناظر کیفی ترجمه میلاد طاهرخانی، مدیر دوبلاژ محمد رضا مظفری، باند یاشار سلطانی، میکس محمد رضا مظفری، صدا برداران میترا یعقوبی، بهار جعفری، دوبله شده در گروه دوبلاژ آواهای ماندگار. گویندگان استاد فریدون اسماعیلی، استاد سعید مقدم منش، استاد تورج نصر، شاهین حیدرپور، مهسا بهرامی، محمد رضا مظفری، علی عابدی، مهتاب تابش، پرهام بادره، میترا یعقوبی، عرفان آبکار، بهنام محسنی، حسین بهرامی، بهار جعفری، احسان داوری، بهنود بدیعی، محمد رضا قاسمی، محمد مهدی حجازی، محمد ولیان، علی حبیبزاده، اسماعیل عسکریان، نیما منصوریان، امیر حسین دلپاک، یوسف بیاتی، محمد کلانتری، هرمز کسانی، شاهین حافظ دوست، مرزی محدودی، آرزو صابری و پرستو موسوی.